سلام به دوستان و همراهان دامپروری ایده. امروز خدمت شما هستیم تا درباره یه عارضه کتوز با هم بیشتر صحبت کنیم. هرچند که درباره یه عارضه کتوز هم مثل ورم پستان یا مثل اسیدوز میشه ساعتها صحبت کرد و مطلب گفت، اما قصد داریم که اصلی ترین و کلیدی ترین نکات رو با هم بحث کنیم تا این عارضه رو بهتر و بیشتر درک کنیم. به طور کلی کتوز یک اختلال متابولیکیه و جزء دسته بیماری‌های متابولیکی قرار میگیره. و چه زمانی در گاوها رخ میده؟ زمانی که تقاضای انرژی از عرضه اون کمتره. خب این به چه معناست؟ یک مثال بزنم خدمتتون. یعنی زمانی که گاو تولید شیر بالایی داره، خب نیازش هم به خوراک و انرژی بیشتره، اما از اونجایی که اشتها نداره خوراک کمی مصرف میکنه، بنابراین این عرضه و تقاضا به هم میریزه و تعادل منفی انرژی اتفاق میفته که همین میتونه سبب کتوز بشه. و نکته‌ای که باید به خاطرتون داشته باشید اینه که گاوهایی که کتوز دارند اغلب غلظت گلوکوز خونشون یا همون قند خونشون پایینه. خب چه اتفاقی در بدن میفته که این کتوز رخ میده؟ وقتی که انرژی کمی وارد بدن میشه و خوراک کمی داره مصرف میشه، بدن مجبوره که از چربی هایی که داره به عنوان منبع انرژی استفاده کنه و اونها رو بسوزونه. و گاهی اوقات این چربی ها انقدر سریع میسوزن که کبد نمیتونه تمامش رو متابولیزه کنه. بنابراین باعث میشه اجسامی در بدن تولید بشن به نام اجسام کتونی و با بالا رفتن این اجسام در خون کتوز ایجاد میشه. در گاوهای گوشتی این اتفاق به احتمال زیاد در اواخر آبستنی میفته، زمانی که اشتهای گاو در پایین ترین حد خودشه و اون گوساله‌ای که در حال رشد هست در شکم گاو هم در حال رسیدن به اوج نیاز خودشه، که باز هم اینجا داره تعادل منفی انرژی رخ میده. اما در گاوهای شیری متفاوته. در گاوهای شیری این عدم تطابق بین ورودی و خروجی انرژی معمولا در چند هفته اول شیردهی رخ میده. چرا؟ چون گاوها قادر به مصرف کافی برای انرژی از دست رفته به خاطر تولید شیر نیستن. علائم کتوز چی هن؟ علائم کتوز اصلی ترین هاشون اینا هستن که خدمتتون میگم. یکی کاهش تولید شیره، یکی کاهش وزن، سوم کاهش اشتهاست که خیلی مشهوده. یکی از علائم خیلی واضح حس کردن بوی استون از تنفس گاو یا حتی شیر گاو هست. و برخی موقع ها علائم عصبی هم دام‌ها از خودشون نشون میدن، مثل ترشح بیش از حد بزاق، لیسیدن بیخود و یا پرخاشگری. و برای هر گاوی که این نشانه های بالینی رو داره احتمالاً تعدادی نشانه های تحت بالینی هم داره. اما بریم سراغ درمان. حالا زمانی که یک گاو دچار کتوز شد باید چه کار کرد؟ هدف اولیه درمان احیا و بازگردوندن همون کمبود گلوکوزیه که در ابتدا خدمتتون گفتم. یعنی ما باید قند خون رو بالا ببریم. خب این قند خون چطوری بالا میره؟ ما میتونیم با یک مکمل گلوکوز به صورت خیلی فوری این قند خون رو بالا ببریم، اما این موقتیه و ما باید درمان رو ادامه بدیم تا گلوکوز مجددا دچار افت نشه. برای جایگزینی این قند خون از دست رفته خیلی از مواقع تزریق تورگی و وریدی محلول دکستروز تجویز میشه که البته همونطور که خدمتتون گفتم اثرش در کوتاه مدته، اما باید درمانهای بعدی هم انجام بشه تا از بازگشت افت گلوکوز جلوگیری بشه. شما میتونید این افت گلوکوز خون رو با محلول‌های مثل پروپیلین گلیکول یا گلیسیرین که به صورت خوراکی به دام داده میشه جبران کنید که اینها اثرات بلند مدت‌تری هم دارن و همچنین راحت‌تر هم مصرف میشه و مدیریتش هم راحت‌تره. و درمان حدوداً باید 2 تا 4 روز ادامه پیدا کنه. چندین ترکیب تجاری هم شامل همین پروپیلین گلیکول و گلیسیرین وجود دارن، مثل معروف ترینش که گلوکا هست و این روزها استفاده میشه که میتونه نامهای تجاری مختلفی هم داشته باشه. نوع دیگه ای از درمان هورمون درمانی هست. خیلی از کورتیکواستروئیدهای طولانی مدت اثرات مفیدی هم توی کتوز دارن. خب این کورتیکواستروئیدها در بدن دقیقاً چه کار میکنن؟ اینها میان و پروتئین رو در ماهیچه‌ها تجزیه میکنن تا گلوکوز یا همون قند تولید بکنن که بلافاصله این قند خون دچار افت رو پر میکنه و بالا میاره. ولی یه نکته رو باید توجه داشته باشید. زمانی که شما از کورتیکواستروئیدها استفاده میکنید خیلی خیلی مهمه که از جیره‌ای استفاده کنید که
گلوکوز کافی درونش وجود داشته باشه، یعنی کربوهیدرات های کافی داشته باشه، و یا از یک محلول پروپلین گلیکول در کنار این هورمون درمانی استفاده کنید. چرا؟ برای اینکه از تجزیه بیش از حد پروتئین ماهیچه ها جلوگیری بشه. و اما میرسیم به بخش پیشگیری که مهمترین بخشه، حتی مهمتر از درمان. چرا که از درمان جلوگیری میکنه و همیشه مهمه که از بروز کتوز جلوگیری کنیم به جای اینکه بخوایم درمانش کنیم. پیشگیری از کتوز به تغذیه مناسب و شیوه مدیریت بستگی داره. در زمانهای کمبود خوراک، حالا به هر دلیلی، خشکسالی، زمستان، نبود خوراک با کیفیت، این اتفاق ممکنه بیفته و گاو دچار عارضه کتوز بشه. اما شما باید همیشه خوراک با مقدار کافی کربوهیدرات رو برای دامها تأمین کنید و بهترین این خوراک ها علوفه های با کیفیت مثل یونجه، علوفه سیلو شده و یا غلات هستند. و نکته دیگه اینه که وضعیت بدنی گاو شیری رو در هنگام زایش باید حفظ کنید. یعنی گاوها باید در سطح رو به افزایش مواد مغذی تا زمان زایش باشن. این به چه معنیه؟ یعنی هرچی که اشتهای دام داره کمتر میشه، اما این مواد مغذی داره افزایش پیدا میکنه و اون رو جبران میکنه. یعنی این کمبود مصرف خوراک دام رو داره جبران میکنه و باید مراقب هم باشید که دام رو زیادی چاق نکنید تا مشکلات دیگه‌ای واسهش پیش نیاد. و همونطور که گفتیم بعد از اینکه دام زایش میکنه پتانسیل این رو داره که به حد اکثر تولید شیر برسه، اما نیازهای غذاییش برای تولید بالا اغلب بیشتر از اون مصرفیه که داره انجام میده. بنابراین لازمه که یک خوراک پر انرژی مصرف کنه که هم عملکرد تولیدش و هم عملکرد تولید مثلش رو بهبود ببخشه و خطر ابتلا به کتوز هم کاهش بده. که بهترین مکمل ها همونطور که خدمتتون گفتم علوفه های با کیفیت مثل یونجه، سیلاژ و یا غلات هستند و این منابع باید حداقل تا زمان رسیدن به اوج شیردهی یا طولانی تر شدن اون، حالا بسته به کیفیت و کمیت خوراک ها، تغذیه بشه. اما گاهی اوقات میبینیم که گاوهایی که تولید بسیار بالایی دارن هر سال دچار این بیماری میشن و با اینکه درمان شدن اما دوباره سال دیگه هم بعد از زایش دچار این بیماری میشن. در این مواقع شما باید یک برنامه پیشگیرانه داشته باشید. یعنی بلافاصله پس از زایش شما از محلول پروپلین گلیکول استفاده کنید تا از بروز کتوز در این گاوها جلوگیری کنید. امیدوارم که این آموزش براتون مفید واقع بشه و هیچ زمان با این عارضه ها دست و پنجه نرم نکنید. با دامپروری ایده همراه باشید. خدا نگهدار.